بیفوما به پرسپولیس پیوست. آیه بیفوما مهاجم استقلال خوزستان رفت پرسپولیس. ایشون اصلا چجوری وارد فوتبال ما شد؟ ایشون همیشه آرزو داشت که تو آسیا بازی کنه جلوی رونالدو. گفت کجا بهتر از استقلال؟ گفتن میای استقلال؟ گفت با سر. اومد بعد گفت که آقا این بازی آسیایی کو؟ گفتن نه اون استقلال تهرانه. گفت شما به من گفتید بیا تو آسیا بازی کن. گفت بله دیگه کشور ما هم تو آسیاست، بیا تو آسیا بازی کن. خوزستان هم تو آسیاست. بله دست گذاشتی رو بهترین آسیامون. اینجا هم همونه. و این بنده خدا ناراحت بود که آقا من می‌خواستم رونالدو رو ببینم تو آسیا بازی کنم. درس گرفت از اون اشتباهش، رفت پرسپولیس که دیگه پرسپولیس تاجیکستان و این ور اون ور نداشته باشه. گفت آقا همینو بریم آسیا. گفتن نه. گفت چرا؟ گفتم ما آسیا نیستیم امسال. گفت کی نذاش برید؟ گفتن استقلال. گفت آقا چرا این استقلال دست از سر ما بر نمیداره پس؟